به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام همدیاران گرامی و زبان آموزان عزیز. درس 13 است از سلسله درس های عربی برای نوآموزان. الفبای زبان عربی حرف سین، سین، سین. سبورتون، 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 سبورتون تخته صنف. سباقون، 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 سباقون. یک نقطه حرف ف نمایان است، یک نقطه حرف ف نمایان است، لیکن این حرفی معذرت، یک نقطه حرف قاف، یک نقطه حرف قاف نمایان نیست، لیکن این حرف قاف است، حرف قاف. سباقون، سباقون. مسابقه، قوازمایی. سوقون، 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 سوقون بازار. میگذاریم در شکل تنها و جمع این کلمه ها. شکل تنها سبورتون، شکل جمع سبوراتون، 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 سبوراتون. و سبابیرون، سبابیرون، سبابیرون تخته صنفی. خب سباقون، سباقون، سباقون جمعش سباقاتون، سباقاتون، سباقاتون. معنایش پیشگیری، قوازمایی، زورآزمایی، مسابقه. سوقون شکل تنهایی کلمه، شکل جمع اسواقون، 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 اسواقون. معنایش بازار. خب این بود درس 13. تا درس نوبتی، خدا نگهدار.